وقتی از موسیقی سنتی ایران حرف میزنیم به طور ناگهانی نامی تکرار می شود: خاندان فراهانی. دکتر محمود خوشنام در کتاب از نجوای سنت تا غوغای پاپ این خانواده رو شجره مقدس موسیقی ایران مینامه. نسلی که از دل سنت برخاست و صدای سازشون قرنها بعد هنوز در گوش ما طنین داره. همه چیز از مردی آغاز شد به نام علی اکبر فراهانی. اون در نیمه قرن 19 در دوران ناصرالدین شاه نوازنده تار در دربار قاجار بود، اما چیزی فراتر از یک نوازنده. اون نگهبان گوشه ها و دستگاه های ایرانی بود و نخستین کسی که توانست ردیف های موسیقی را با نظم و انسجامی تازه تدوین کند. علی اکبر فراهانی شاگردان زیادی داشت، اما مهمتر از همه دو پسرش بودند: میرزا عبدالله و آقا حسین قلی. میرزا عبدالله مردی بود آرام، گوشه‌گیر و عاشق جزئیات. اون ردیف موسیقی ایرانی رو با دقتی بی‌نظیر تنظیم کرد و به شاگردانش آموخت. شاگردانی چون درویش خان، صبا، نام‌هایی که بعداً تاریخ ساختند. در مقابل برادرش آقا حسین قلی روحی شوریده‌تر و نوازندگی با احساس تری داشت. سبک نوازندگی اون پرشور، قوی و پر از تحرک بود. اگر میرزا عبدالله نظم موسیقی ایرانی را ساخت، آقا حسین قلی روح اون رو در ساز دمید. از نسل آقا حسین قلی چهره‌ای برخاست که موسیقی سنتی را به قرن جدید رساند: علی اکبر شهنازی. شهنازی فرزند همان خاندان فراهانی، استاد بزرگ تار در قرن 20 بود. او هم در برنامه‌های رادیویی دهه‌های 30 و 40 حضور داشت و هم شاگردان بزرگی تربیت کرد. با اون موسیقی ایرانی از خلوت دربار بیرون اومد و در ضبط‌ها و آموزشگاه‌ها زنده شد و سرانجام آخرین شاخه درخشان این خاندان، احمد عبادی، پسر میرزا عبدالله، که ساز ستار را به اوج رساند. صدای ستار عبادی نجواگرترین صدای موسیقی ایرانی است. دکتر خوشنام می‌نویسد در ساز عبادی هنوز می‌توان پژواک قرن‌ها سنت را شنید. این 5 نام: علی اکبر فراهانی، میرزا عبدالله، آقا حسین قلی، شهنازی و عبادی، نه فقط خانواده بلکه درختی اند که ریشه در دل ایران دارند. نسلی که موسیقی را از خطر فراموشی نجات داد و آن را به دوران مدرن رساند. امروز اگر هنوز وقتی تار می نوازند دلمان می لرزد، به خاطر نغمه هایی است که در خانه های همان خاندان نسل به نسل زمزمه شد تا به ما برسد.